سلام دوستان، یکی از معجزات بشریت رو دوباره میخوایم بهتون آموزش بدیم. آموزش درست کردن کتلت بدون روغن، یعنی واقعا چیز ترتمیز و هلسی و بهداشتی و عالی. مواد لازم: سیب زمینی پخته شده، پوست کنده شده 2 عدد بزرگ، گوشتکوب به این صورت میکوبیم. آره. حالا من بقیه رو بگم. گوشت انقدر، یه دونه تخم مرغ تقریبا میشه 300 گرم 200 گرم 200 گرم، یه دونه پیاز انقدی، نمک کاری، نمک فلفل مکدونالد. اینا چون درشته توش خوب میشه. آره درشت کاری، فلفل معمولی سیاه، یه ذره روغن. حالا دلیلش رو بهتون میگیم چیه، فکر نکنین سرتون کلا گذاشتیم ما، روغن نداره. یه ذره حالا بهتون میگیم برای چی. اینم اینجوری کوبیده میشه. رنده، انسان، همه چی کاملا هندمید هست این غذا. آشوبی جواب میده. این سیب زمینی، پیاز، همینجوری میکنیم که دستگیره دستگیره. واقعا همه چیز سیستم هست اینجا. اگر شما با ویدیوهای ما برید جلو، میگه با ویدیوهای ما جلو برو پادشاهی کن، با ویدیوهای ما جلو نرو هرچه خواهی کن. همه چی رو بهتون آموزش میدیم. اینجوری گوشت آماده میمونه. گوشه گوساله ما میبینیم. گوسه بند و گرم میده. خب اینم گوشت، پیاز، این سیب زمینی، جوفا میرین توش، مرچوبه، چاری، همه چی تاچ هست. فلفل، فلفل معمولی، سیاه، فلفل گیرمل، هم با اقسام فلفل ها رو بریزیم. توتسه را توم باشه. سیب زمینیش هم باید یه ذره همیشه از گوش بیشتر باشه، خوشمزه تر میکنه. این تخم مرغ میشکنیم.
آردون خودجی هم نداریم نمیزنیم. هرچی دارین میزنیم. آره دیگه. زندگی فقیرانه. روغن مثل اینکه تو سینی فر میذاریم نچسبه. یه ذره خیلی ضعیف. ضعیف. ملو. نمک بشه حسابی. این الان میره یخچال 1 ساعت بمونه بعد جا بیفته تو یخچال. بعد دوباره ادامهش رو بهتون نشون میدم. خب برگشتیم. سینی فرمونه یه ذره چربش میکنیم که نچسبه. شما اگه فویل دارین میتونید تو فویل بذارین، ما نداشتیم متاسفانه، برای همین یه مقدار چربش میکنیم. اینجوری چرب میشه. فرم روی گریل، یعنی اون قسمت بالا آتیشش اگه دیده بشه که دیده نمیشه. بذارین روشن باشه، گرم آماده باشه. طبقه وسط یک کم بالاتر میذاریم. اینم کتلتمون که یخچال بعد 1 ساعت در اومد. هیچی نیست. نه روغن میخواد نه هیچ. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. بعد خیلی سریعتر و تعداد بالاتر هم هست. یه دفعه 100 تا میزنی. خب 10 دقیقه بعد، ببخشید 1 رو بعد اومدیم ببینیم چه اتفاق نادری افتاده. به چه زیبا. برعکس میکنید. همه رو برعکس میکنید. چه کتلت مردی. خورد میشم آردن خودچی نداره. آره ما آردن خودچی امکانات نیست دیگه، زندگی دانشجویی و این درد سرا. مال شما آیه آردن خودچی بزنین خورد نمیشه. حالا چند دقیقه میذاریم؟ یه 5 دقیقه. اینو برش هم که برشته شد دیگه تمومه. دیگه آماده خوردن میشه. همون در طبقه دیگه. آره دیگه. با هم گیره.
پس 10 دقیقه بعد برمیگردیم. خب یه 10 دقیقه هم گذاشتیم این برش سرخ شد، آوردیم بیرون. یه ذره اول زیادی سرخ شد. یه اینجاش یه ذره فقط زیادی سرخ شد. نه ببین بقیه‌اش این دوتا رو بگیری همش خوبه. خیلی خوشبوه. جوب به جوب. امیدوارم که بخورید لذت ببرید، حالش رو ببرید. هیچ روغنی نداره، خیلی سالمه. کوک و ترد. او یعنی بوش داره من دیوانه میکنه. من گشنگی مردم. تا دیدار بعد، خداحافظ.